برخی رسانه‌های افغانستان از کشته شدن یک شهروند تاجیکستان با لقب ابو عمر در ولایت بدخشان آن کشور خبر دادند. از این فرد به عنوان مینه‌ساز ماهر و مربی جنگیان خارجی نام برده شده است. سایت روزنامه 8 صبح روز پنجشنبه 5 ینور با تکیه به منابع‌های خود در محل خبر داد که جسد این جنگجوی تاجیک 3 روز پس از ناپدید شدنش از ناحیه باورک بدخشان شام دیروز در یکی از دهه‌های این ناحیه پیدا شده است. هنوز معلوم نیست که این جنگجوی عضو طالبان از سوی کی و یا چه کسی یا کدام گروه کشته شده است. به گفته منابع این شهروند تاجیکستان نقشه برجسته در از بین بردن سنگرهای نیروهای حکومت پیشین و تانک‌های رزمی آنها در بدخشان داشته است. مقامات تاجیکستان تا کنون در این باره واکنش نشان ندادند. درباره ابو عمر معلومات زیادی در دست نیست. تنها گفته می شود که او از ناحیه وخش ولایت ختلان است. یک منبع که از حادثه‌های افغانستان و فعالیت‌های گروه‌های جنگی خارجی در آن کشور را پیگیری می‌کند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ابو عمر هنوز روز 9 دکامبر کشته شده بود، اما خبر اول رسانه‌ای می‌شود. به گفته منبع ابو عمر رهبری یک مرکز استحکام طالبان را در بدخشان بر عهده داشته است. گفته می‌شود که در حال حاضر ده‌ها جنگجو از تاجیکستان در صف‌های طالبان در ولسوالی بهارک، شغنان و نوسای ولایت بدخشان حضور دارند. یکی از آنها محمد شریف با لقب مهدی ارسلان از ناحیه نورآباد میباشد که مقامات تاجیکستان 9 سال باز به اتهام تروریسم او را میجویند، ولی طالبان در اداره مرزی افغانستان به او مقام دادند. نام شهروند تاجیکستان اخیراً در چند حادثه تروریستی در افغانستان سر زبانها افتاد، از جمله گلبدین حکمتیار، یکی از سیاستمداران جنجالی و رهبر حزب اسلامی افغانستان، روز جمعه 10 دکامبر سال گذشته ضمن نماز جمعه در شهر کابل گفت حملگران از تاجیکستان بودند و میخواستند او را بکشند. گلبدین حکمتیار هیچ دلیلی برای ثابت کردن گفته‌هایش نآورد و مقامات تاجیکستان هم آن زمان و تا کنون در این باره چیزی نگفتند.